با عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و عزیزانی که بیننده این ویدیو در چینل سازگار میدیا هستید. امیدوارم که لباس عافیت بر تن داشته باشید و جور و صحتمند باشید. در این ویدیو قصد دارم نحوه قفل نمودن یک پوشه را از طریق ترمینال پاورشل به شما معرفی کنم. برای انجام این کار کلید شیفت را در صفحه کیبورد کامپیوتر فشار داده میگیریم و راست کلیک میکنیم روی صفحه دسکتاپ. گزینه اوپن پاورشل ویندو هیر را انتخاب میکنیم تا وارد ترمینال پاورشل شد. و در ترمینال پاورشل عبارتی CACLS را تایپ کرده و در اینجا نام همون پوشه‌ای که میخوایم قفل شود را در اینجا وارد میکنیم. من یک پوشه در صفحه دسکتاپ دارم به نام پوشه پول. این پوشه رو میخوایم که لاک کنیم. نام پوشه رو در اینجا وارد میکنیم، یک فاصله و /p. بعد از p یک فاصله نوشته میکنیم که everyone دو تا نقطه حروف n. در اینجا از ما میپرسه که شما مطمئن هستیم که پوشه لاک شده؟ میگیم بله. حروف y را در اینجا تایپ میکنیم و انتر میزنیم. خب نظر و پیام ترمینال پاورشل این پوشه لاک شد. حالا من از ترمینال پاورشل با نوشتن اگزیت خارج میشم و میرم سراغ از این پوشه‌ای که من این را لاک کرده بودم. لاک شده یا نه؟ بله، این پوشه لاک شده. بسیار خوب دوستان، همونطوری که شما مشاهده کردین من توانستم از طریق پاورشل یک پوشه را قفل کنم. اما حالا میخوایم این پوشه رو دوباره باز کنم. اما برای باز کردنش چی کار کنم؟ دو راه وجود داره. یکی یک راه میانبر که اصلا نیاز به رفتن به ترمینال پاورشل نداره و یک راه دیگه همی که باید وارد ترمینال پاورشل شویم با کد دستوری دوباره این پوشه رو باز کنیم. برای باز کردن از طریق پاورشل کلید شیفت را در صفحه کیبورد فشار دادن میگیریم و راست کلیک میکنیم روی اوپن پاورشل ویندو هیر کلیک میکنیم و تا وارد ترمینال پاورشل میشیم. در اینجا همون کد قبلی را، دستور قبلی را به نام CACLS تایپ میکنیم و نام پوشه را ذکر میکنیم و در اینجا هم -p و نوشته میکنیم که everyone. خب ما برای قفل کردن از این پوشه حروف A نوشته کرده بودیم، اما برای باز کردنش حتما باید حروف F را نوشته کنیم. انتر میزنیم. از ما میپرسه که مطمئن هستیم که باز شده؟ میگیم بله، yes. خب نظر و پیام صفحه پاورشل پوشه ما باز شد. حالا اینجا یک اگزیت تایپ میکنیم و از ترمینال خارج میشیم. بریم سراغ پوشه ببینیم که پوشه باز شده یا نه. بله، پوشه باز شد. خب من میخوایم این پوشه را لاک کنم که از طریقه دوم دوباره این رو باز کنم. من باید این پوشه را دوباره لاک کنم. خب در اینجا عبارت CACLS -p در اینجا نوشته میکنیم که everyone تایپ میکنیم و تایپ میکنیم. پوشه ما دوباره ما پوشه را از طریق دستورات صفحه پاورشل لاک. حالا برای باز کردن از این پوشه بدون از اینکه ما وارد ترمینال پاورشل شویم چه راهی وجود داره؟ و این راه رو محض ازی برای شما معرفی میکنم دوستا که یک زمان به همچون ایمنی هایی توجه نکنین و اعتماد نکنین که اگر کامپیوتر شما در دسترس یک آدم قرار بگیره که با کامپیوتر کم و بیش آشناییت داشته باشه، همچون پوشه های لاک شده رو میتونید به راحتی باز کنید. خب حالا میبینیم که راه دوم چیه؟ راه دوم یکی همین پوشه رو وقتی کلیک میکنیم که باز میشه، در اینجا میگه که در حال حاضر شما
در این پوشه اجازه دسترسی ندارید. به اینجا پیام داده برای ما، گفته که در حال حاضر اجازه دسترسی به این فولدر رو ندارید. ما روی کانتینیو کلیک میکنیم و در اینجا چیکار میکنیم؟ این پایین نوشته است سکیوریتی تاب. ما میریم سراغ سکیوریتی تاب و در اینجا در تب پراپرتیز از گزینه ایدیت در اینجا همون everywhere که ما در اونجا تایپ کرده بودیم این را کلیک میکنیم روی ریموو، اپلای، اوکی و اوکی، کلوز. دوباره میریم سراغش که باز بشه یا نه. بله پوشه باز شد به همین راحتی. پس دوستان با این نوع قفل هایی که روی پوشه های ایجاد میکنین هیچ وقت اعتماد نکنین. تا ویدیوهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.